سلام، ما باز هم اومدیم تا یه غذای باحال معرفی کنیم. فلافل. درست شنیدین. فلافل یکی از اون غذایی است که تقریبا همه خوششون میاد. راستش اگه کسی بهم بگه فلافل دوست نداره یکم به سلیقه‌اش شک میکنم. یعنی میشه این نخودی خوشمزه رو دوست نداشت؟ آموزش فلافلی که براتون آماده کردیم کسب و کار فلافلی محلتون رو تعطیل نمیکنه. تعجب میکنید که چقدر ساده و زود آماده میشه. خب زود یه خورده نخود جور کنید تا کارمون رو شروع کنیم. من با یه فنجون نخود شروع میکنم. نگاهشون کنید مثل صورت آدم میمونن. خب ما اول از هر چیزی باید نخودها رو بذاریم خیس بخورن. روشون آب سرد بریزیم و بذاریم 12 تا 24 ساعت خیس بخورن. آب اون رو هم دور بریزین اگه نمیخواین نفخ کنین. میتونید یکی دو بار آبش رو عوض کنید. روز بعد نخودها این شکلی میشن. بعد از اینکه آبش رو دور ریختید یه مخلوط کن گیر بیارید و نخودا رو بریزید توش. میتونید با دست هم این کارو بکنید اما مخلوط کن بهتره. یکم پیاز خرد شده هم اضافه کنید. یه نصف پیاز کافیه. اگه قبلا خوردش کرده باشین مخلوط یه دستری خواهیم داشت. یکم هم سیر له شده و یه دسته جعفری خرد شده. بعضی هم به جاش گیشنیز میریزن یا هر دوش حتی. یکم نمک، فلفل سیاه تازه، پودر زیره به علاوه پودر سیاه دونه. حالا میخوایم یکم فلفل هم بهش اضافه کنیم. یک کوچولو هم جوش شیرین. یه قاشق آرد، فقط یه ذره، خیلی نشه. خب از الان باید انتخاب کنیم که میخوایم نخودی تر باشه یا نونی تر. من که نخودی دوست دارم. پس زیاد آرد نمیزنم و در آخر یکم لیموی تازه میچکونم روش و خلاص. قبل از روشن کردن یه هم بزنیدم بد نیست. خب مخلوط کن رو یه سره نذارین تا پوچ بشه. هر چند ثانیه یک بار روشنش کنید تا اون بافتش رو داشته باشه. گاهی باز کنید و یه همی هم بزنید تا تیکایی بزرگی باقی نمونه. این همونیه که میخوایم. ریز شده اما خمیری نیست. قراره بهش شکل بدیم. اگه درشت باشن از هم وا میرن. این مواد رو بریزین توی ظرف، خوب فشار بدید و بذارید یکی دو ساعت بمونه. البته میتونید همین مخلوط رو بپزید. خیلی تفاوتی نمیکنه. اما اگه یکی دو ساعت توی یخچال بمونن اون طعم‌ها حسابی با هم مخلوط میشن. خب حالا میتونیم با یه سلفون روشو بپوشونیم تا بذاریمش توی یخچال یه 1 ساعتی بمونه. بعدش آماده‌اند تا گرد و گوله‌ایش بکنید. اگه یکم دستتون رو خیس کنید به دستتون نمیچسبه. هر شکلی بخواین میتونید درست بکنید. خب وقتی تموم شد سرخشون کنید. برای تقریبا 5 دقیقه. البته بسته به اندازه‌شون فرق میکنه. بعد این شکلی میشن. بذاریدشون روی توری. ببینین چقدر خوشگل شدن. عالیه. بافتش رو ببینین. خیلی نباید خوش بشه. خیلی هم نباید خیس باشه. ببینید توشون چقدر خوشگل شده. باید عین فلافل باشه. میتونین با یه سس خوب میل کنین. یه چیز دیگه، اگه نمیخواین یا نمیتونین توی روغن غرقشون کنید، مثل کتلت سرخشون کنید. اینطوری.
فلافلا رو بریزین توی نون، یه لقمه فلافل سنتی باحال درست کنید. میتونین سس و خیار و گوجه و پیاز هم بزنین توی لقمتون. این یه فست فود خیلی خوشمزه است. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه گشنتون شده و هوس غذا کردین و حوصله درست کردنش رو ندارید، برید به سایت ما هر غذایی رو از هر رستورانی که دوست دارید سفارش بدید. bodofood.com